Yesterday's magic is tomorrow's reality. New technology empowers the possibilities of yesterday to become today's reality. Now with AI, AR, VR, and robotics, we can go Wider, further, and deeper than ever before. with the undiscovered capability of new technology. The kind your parents could only imagine. You could be the spark of innovation that makes our new reality. The visions of how yesterday can change In advancing technology, drives this economy. with today's technology, it's all about the passion to learn, new experiences. And commitment to innovation. Every generation, Every year, every month, this happens in America. and every day at UAT. Get tech respect And be the next one. to make it happen. خانم و آقایان سلام، امیدوارم که بعد از ظهر روز سه‌شنبه‌تون رو در روزهای پایانی ماه آگوست 2030 مصادف با 30 مرداد 1409 به خوبی سپری کرده باشید. به لطف ماهواره‌های کنترل دما و فضاپیماهای کنترل دما از اسپیس ایکس امروز هوای بی‌نظیری رو در سراسر خاورمیانه داریم. دوستان بخش فنی به من کمک کنن و بگن که آیا صدا و تصویر رو کاملا دارن. بله، اعلام کردن که همه چیز هست. خب در روزهای پایانی آگوست 2030 هستیم و دیدید که کمپانی اسپیس ایکس تونسته با کنترل جوی کاری کنه که دمای هوا امسال در خاورمیانه بسیار مطبوع باشه و دیگه اون سالهای گذشته و اون تابستانهای گرم رو دیگه نداشته باشیم. خب چند تا خبر رو سریعا خدمتتون بگم و بعد بریم سراغ وبینار امروزمون. دعوای کمپانی نایک و آدیداس بر سر تصاحب بزرگترین قطع زمین در آلتراورسیتی بالاخره به نفع کمپانی آدیداس به پایان رسیده. خبر بعدی که همین دیشب روی تلکس های خبرگزاری اومد اینه که استادیوم باشگاه رئال مادرید باز هم به دلیل بازسازی برای 3 هفته تعطیل خواهد بود و بازی بعدی این تیم با ویارئال در استادیوم شماره 3 آلتراورسیتی یعنی استادیوم آلفارنسی برگزار میشه. خبر بعدی که براتون دارم که این خبر رو قطعا خیلیاتون میدونید، تعداد بانک های اینترنشنال در آلتراورسیتی از مرز 20 بانک گذشته و این روند کماکان هم ادامه داره. و خبر پایانی که برای امروز آماده کرده بودم براتون اینه که به دلیل پرواز بیش از حد شترمرغ در آسمان کشورهای مختلف، سازمان جهانی هوافضا به تمام هواپیمایی‌های جهان و ایرلاین‌های معروف اعلام هشدار قرمز کرده که مراقب باشن که هواپیماهاشون برخورد نکنه. یک برگه ای رو الان دوستان به من دادن از بخش فنی. ظاهرا ما یه 6 سال جلو داریم خبرها رو میخونیم. من عذرخواهی باید بکنم، ظاهرا سال 2030 بودیم، باید برگردیم سال 2024. پس اجازه بدید من از ابتدا شروع کنم. مجددا خانم و آقایان سلام، امیدوارم که آخرین روزهای ماه آگوست 2024 رو مصادف با 30 مرداد به خوبی سپری کرده باشید. مستقیما دیگه میریم سراغ وبینارمون، ببینیم که در این وبینار چه اتفاقی قراره بیفته. وبینار امروزمون رو با یک تبلیغ از
یکی از دانشگاه‌های مطرح ایالات متحده آمریکا شروع کردیم که تمام دوره‌های آموزشی خودش رو متوقف کرده و با تمام قوا و تمام نیروها تمرکزش رو گذاشته روی دوره‌های متاورس، هوش مصنوعی و روباتیک. خب شاید خبرهایی رو که از آینده براتون خوندم مقداریش براتون عجیب و غریب بوده که اینا واقعیته. البته همش خیلی به نظر من عادی بود و به زودی هم خبرهاش رو میشنوید، هرچند که اون خبر آخر در مورد پرواز شترمرغ‌ها در آسمان کشورها یه خورده خبر عجیب غریبی بود. حالا جلوتر بریم ببینیم که این خبره واقعا چیه. حالا دوستان فنی که این خبرها رو به ما میدن اگر دلیلی برای این خبر عجیب و غریب چهارم مرتبط با شترمرغ‌ها داشتین لطفاً تا انتها به ما بگید که داستان چی بوده. وبینارمون رو شروع میکنیم. The day tomorrow began، فردایی که به ما به عنوان روز موعود وعده داده شده بود آیا شروع شده؟ آیا بهش نزدیک هستیم؟ من الکس آتشکار با افتخار از گروه مجموعه گلدن سیرکل بعد از حدود 6 سال فعالیت افتخار این رو دارم که با وبینار دیگر در خدمتتون باشیم در حوزه متاورس. قطع یقین 1 ساعت آینده رو از دست ندین. اتفاقات و خبرهای جنجالی رو از دنیای متاورس براتون خواهم داشت که بسیاری از اون خبرها، بسیاری از اون اتفاقات همین چند سال پیش، شاید 6-7 سال پیش، برای پدر مادرهای ما رویایی بیش نبود و به خیلی از این فیلم ها و تصاویر میگفتن فیلم های تخیلی و امروز میبینیم که صنعت تکنولوژی آنچنان پیشرفتی کرده که بسیاری از اون رویاها امروز داره تکمیل میشه. در مورد پایه های متاورس خیلی سریع با هم صحبت کنیم. اینها مواردی است که در موردش بسیار در اینترنت اطلاعات هست. من هم قرار نیست امروز در این جلسه در مورد مباحث خیلی کلیشه‌ای وقت شما رو بگیرم. ما در فضای متاورس در واقع 10 بخش مختلف رو داریم که این صنعت رو تبدیل کرده به یک صنعتی که آینده بدون شک از آن متاورس خواهد بود. در بخش اولش داریم در مورد ایمرسیو تراپی و ویل بینگ صحبت میکنیم. میدونید که با قابلیت‌های VR و عینک‌های VR و AR این قابلیت همین الان وجود داره که بسیاری از بیماران میتونن بیماری‌های روانیشون رو از جمله اضطراب، بیماری‌های شبیه PTSD، همون تراماهای بعد از اتفاقات ناگوار و غیره رو به سرعت حل کنن و بدون نیاز به مسافرت یا هزینه‌های زیاد میتونن با روانشناسان مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنن. این اولین بخشی هست که در بخش پزشکی بسیار قدرتمند پیش رفته. بخش شماره 2 در فضای امروز Health Care Advancement هست که بیماران نه فقط در بخش پزشکی بلکه میتونن با استفاده از صنعت VR و AR با دکترها در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنن و بتونن سریعتر درمان بشن. در بخش سوم دیگه وارد فضای خیلی تخصصی تر میشیم. VR and Robot Integration over Surgeries. جراحی ها داره در دنیا اتفاق میفته توسط ربات ها و ارتباطاتی که از طریق فضای متاورس واقعا داره شکل میگیره. آیا اینها تخیله؟ قطعا نه. در همین بخش آخری که خدمتتون گفتم 3 خبر رو میتونید طی همین چند ماه گذشته توی خبرگزاری های دنیا که دوستان تصاویرش رو اینجا برای شما گذاشتن هم ببینید. این که با قابلیت های جدید 5G چقدر راحت Medical Device Network کمپانی دکتر کیر 247 تونسته بسیاری از بیماری ها رو درمان کنه، یا اتفاقاتی که با جراحی هایی در اروپا و آمریکا در سال 2024 اتفاق افتاده و تونستن جراحی هایی رو از راه دور دکترها انجام بدن، یا در بخش آخر جراحی هایی که با کمک ربات ها در کشورهای مختلف باز هم در اروپا و آمریکا در حال شکل‌گیری است و بیش از 7 مورد تا امروز در سال 2024 فقط ثبت شده. بریم سراغ آیتم شماره 4، اینکه فضای سوشال مدیا کاملا چقدر متحول خواهد شد
در فضای متاورس و ما کلا یک تجربه جدیدی رو خواهیم داشت. فراموش خواهید کرد روزهای استفاده از اینستاگرام، توییتر و تلگرام رو. به زودی همه اونها وارد فضای ویرچوال ریالیتی میشن و میتونید واقعیت مجازی رو لمس کنید. شماره 5، دنیای آموزش داره وارد انقلاب جدیدی میشه. با دسترسی همگانی به آموزش در سراسر جهان، تمام دوره‌های آموزشی، حتی تخصصی، حتی پزشکی، میتونه در متاورس اجرا بشه. شماره 7، Transforming Workspace، همون اتفاقی که در دوران کرونا کلید خورد، اینکه امروز دیگه دفتر و مکان مشخصی برای جذب نیروها معنا نداره. افراد میتونن از کشورهای مختلف بدون توجه به ملیت، بدون توجه به تحریم‌ها، بیان در کشورهای دیگه شروع کنن کار کردن بدون نیاز به مهاجرت. ما دیگه نیاز نیست نخبگان کشورمون رو از دست بدیم. اونها میتونن در همون کشور با فضای متاورس خیلی راحت در کمپانی‌های بزرگ دنیا استخدام بشن. بریم جلوتر و 4 بخش آخر رو ببینیم. میخوایم در مورد یک بخشی صحبت کنیم که بخش بسیار بسیار حیاتی هم هست. بهش میگیم Sustainable Living. یعنی با استفاده از این فضای متاورس، وقتی که تمام این جلسات و خریدها و آموزش‌ها همه بیاد توی متاورس، میدونید چه هزینه‌ای از زندگی کم خواهد شد و چقدر آسیب‌هایی که ما امروز داریم به محیط زیست میزنیم از بین خواهد رفت. آیتم بعدی، عذرخواهی میکنم من اینا رو خیلی سریع میگم چون اینا چیزاییه که تو اینترنت انقدر در موردش اطلاعات دارین که من فکر نمی‌کنم یک همچین وبیناری رو بخوایم برای اون بذاریم. هرچند که دوستان یک گزارش بسیار بسیار خوبی رو براتون آماده کردن که همینجا در اختیارتون میذارم، میتونید دانلود کنید و بسیار بسیار در این زمینه‌ها اطلاعات بیشتر کسب کنید. بخش بعدی Innovative Entertainment هست. بله، دنیای کنسرت ها، موسیقی داره متحول میشه. کی باورش میشد که یه روزی بشه یک خواننده یک کنسرت بذاره با تعداد 46 میلیون نفر تیکت بخرن و توی کنسرتش بیان؟ بله، این اتفاق در یکی از متاورس ها رخ داده. جلوتر در موردش توضیح میدم. 46 میلیون نفر حضار در یک کنسرت. قسمت بعدی، انقلابی که داره در فروش اتفاق میفته. امروز با استفاده از VR و AR و قابلیت‌های مختلف در فضای متاورس، فروش سرعت میگیره. فضای مارکتینگ کاملا داره متحول میشه که توی همین وبینار هم در موردش صحبت خواهیم کرد. و در بخش آخر این مبحث رو تموم کنیم و بریم جلو که شما رو هم خسته نکنم. Global Connectivity، ارتباطات جهانی شکل میگیره. یعنی چی؟ در ارتباطات جهانی دیگه هویت شما فقط یک کارت شناسایی نخواهد بود. شما 4 لول مختلف هویت خواهید داشت: هویت شخصی، هویت عمومی، هویت اجتماعی و هویت تخصصی. بله، ما داریم وارد یک فضای جدید میشیم که درسته که کاغذها و کارتها از بین میرن، اما وارد رده‌های برتر و توسعه یافته میشویم. برای اینکه این مبحث رو همینجا تمام کنم اما شما بتونید بیشتر استفاده کنید، همینجا یک فایل PDF رو دوستان با شما در این لحظه شیر کردن. لطفاً این فایل PDF رو دانلود کنید. این آخرین گزارش از WEF World Economy Forum هست، یکی از بزرگترین ساختارهای اقتصادی جهان. گزارشی کامل در مورد اینکه دنیای متاورس چه تحولاتی رو داره شکل میده. حتما این گزارش رو بعد از این وبینار مطالعه کنید و میتونید در صفحه 24ش مخصوصا در مورد این 4 بخش مختلف هویتی که صحبت کردم اطلاعات کاملی رو دریافت کنید و ببینید. خب دوستان فنی، اگر من بگن که این فایل رو همه عزیزان دریافت کردن یا نه، باز هم ممنون میشم ازتون که مطمئن باشیم تمام دوستان این فایل رو دریافت کردن و بتونن بعداً ازش استفاده کنن. همونجوری که گفتم گزارشی است کامل از WEF در خصوص انقلاب متاورس و گزارش‌های مرتبط بر اون. خب ظاهراً که
تمام دوستان فایل رو دریافت کردن، تونستن فایل رو دانلود کنن، بسیار هم عالی. بریم به قسمت های بعد برسیم. من این فایل رو کماکان رو حالت شیر میذارم که اگر سرعت اینترنت شما کم هست بتونید این رو راحت دانلود کنید. ضمناً اگر در طول وبینار صدا براتون قطع و وصل شد، یه دکمه ریستارت اون بالا دارید که میتونید اون رو بزنید و مجدداً به سرورهای دیگر در واقع وبینار جمع وصل بشید که بتونید با محتویات کامل این وبینار رو ببینید. خب میخوایم بریم وارد بخش‌های بعدی بشیم. یک سوال مطرح میشه، حالا بین این همه متاورس کدوم متاورس ها بهترینن؟ بهترین متاورس ها رو ما چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ شما قبل از اینکه بخواید متاورسی رو انتخاب کنید باید حتما در مورد امکانات تخصصی اون متاورس اطلاعات کسب کنید. اگه یادتون باشه قدیما یه جمله میگفتن، مخصوصا در ایران خیلی جمله بابی بود، میگفتن که هر کسی با والده گرامیش به مشکل میخوره میره خواننده میشه. این روزها هم متاسفانه هر کسی با خانواده مشکلی داره یا شده متخصص رمز ارز یا آنالیز میکنه یا سیگنال میده یا در مورد متاورس و NFT حرف میزنه. به خاطر همین شما باید بسیار مراقب باشید که اگر میخواید متاورس رو انتخاب کنید با دیدگاه تخصصی اون رو بررسی کنید. اینجا 4 متاورس به صورت تخصصی به شما معرفی میشه. متاورس اول سندباکس. سندباکس به عنوان مهمترین متاورس جهان در صنعت گیمینگ و بازی‌های رایانه‌ای در حال حاضر مطرح است و با داشتن بیش از 17 میلیون کاربر ثابت در ماه تونسته رتبه اول رو به نام خودش ثبت کنه. متاورس دوم متاورسی است به نام روبلاکس. روبلاکس با استفاده از انجین خودش با نام روبلاکس تونسته کنسرت های بسیار معروفی رو در فضای روبلاکس برگزار کنه و به خاطر همین به عنوان معروفترین فضای انترتینمنت و در کنارش بازی های رایانه‌ای در فضای متاورس مطرح باشه. دیسنترالند متاورس دیگری است که به خاطر ایجاد فضاهای سوشال مدیایی و همینطور اینکه زمین‌هایی را که دیسنترالند میفروشه قابلیت افزایش قیمت دارن بسیار مطرحه، اما جدیداً دیگه رتبه اول رو نداره و رتبه سوم رو داره. و چهارمین متاورسی که امروز در این جلسه به شما معرفی میشه متاورسی است با نام آلتراورسیتی. آلتراورسیتی یک متاورسه که تمام قابلیت‌های متاورس هایی که تا الان اسم بردم رو داره. بله درست شنیدید. آلتراورس قابلیت گیمینگ، قابلیت انترتینمنت و قابلیت سوشال مدیا رو در کنار اتفاقات عجیب غریب تری داره که امروز در موردش با هم صحبت میکنیم و ببینیم که چرا این اتفاق میفته و چرا ما اعتقاد داریم که استفاده از فضای آلتراورس میتونه واقعا برای شما تبدیل بشه به یک فرصت طلایی، یک فرصت استثنایی. بریم جلوتر و در موردش صحبت کنیم، ببینیم که چی هست این آلتراورس و چرا این تفاوت‌ها رو ما براش قائل شدیم. آلتراورسیتی چیه؟ آلتراورسیتی یک فضای متاورسی است با اتصال کامل به فضای بلاکچین. تمام این اتصالات کاملا قابل اثبات هست و کاملا شما مطمئن خواهی بود که زمینی که در آلتراورس خریداری میکنید به فضای بلاکچین متصله. جلوتر در مورد بلاکچینش صحبت خواهم کرد و متوجه میشید که چرا این بلاکچین و این متاورس قابلیت‌های خاص‌تری رو دارن و برای شما میتونه بسیار بسیار فرصت طلایی باشه. آینده داره شما رو صدا میکنه.
در مورد آلتراورس وقتی صحبت میکنیم قبل از هر چیزی داریم در مورد یک کیفیت بالاتر از تمام متاورس ها صحبت میکنیم. فضای امروز آلتراورس حتی در مقایسه با سندباکس یا روبلاکس دارای کیفیت فوق‌العاده بالاتریه و اتمسفر و شرایطی که ایجاد کرده از لحاظ گرافیکی نه حتی یک لول، بلکه میتونم بگم یک سر و گردن از بقیه متاورس ها بالاتره. دو اینکه از اونجایی که آلتراورس از انجین معروف یونیتی استفاده میکنه قابلیت مولتی یوزر اکسپریانس داره. یعنی چی؟ یعنی افراد میتونن با هم تعامل داشته باشن. دوستان خیلی متفاوته اینکه 46 میلیون نفر با هم برن تو کنسرت فقط کنسرت رو ببینن یا اینکه بتونن با هم تعامل داشته باشن. برای مثال همون متاورس روبلاکس هیچ کدوم از بازی هایی که تا به امروز درست کرده قابلیت تعامل بیشتر از 100 نفر رو به کاربران نمیده، در حالی که این قابلیت در فضای یونیتی بسیار بسیار گسترده تره. ما همین امروز در فضای یونیتی گیم هایی رو داریم که این گیم ها قابلیت مولتی یوزر دارن، حتی تا 200 300 یا 400 کاربر به صورت همزمان. آپشن بعدی Limitation in Total Supply. تعداد زمین ها در آلتراورسیتی بسیار محدوده و از این جذابتر و به نظر من جذابترین قسمت، کسی نمیتونه زمین آلتراورس رو بخره غیر از این که بره از فردی بخره که قبلا این زمین رو داره. شما به صورت مستقیم امکان خرید زمین رو ندارید. پس دوست عزیزی که تو این جلسه هستی، اگر تو الان یک زمین از آلتراورس داری، تو الان جزء افرادی هستی که میتونی افراد جدیدی رو به آلتراورس بیاری یا زمین خودت رو بفروشی یا زمین‌های دیگه‌ای رو براش بخری و این لیمیتیشن و این محدودیت یک فضای درآمدی بسیار جذابی رو هم به افراد میده. بیاین در مورد بلاکچینش صحبت کنیم. امروز شما رمز ارزهای بسیاری رو در مارکت میشناسید: بیت کوین، اتریوم، سولانا، BNB، XRP. این لیست خیلی دور و درازه. اما در بین تمام این رمز ارزها فقط 3 بلاکچین در حال حاضر پرقدرت ترین بلاکچین ها مطرحن از لحاظ سرعت تراکنش. قطعا بلاکچین اول در حال حاضر بلاکچین سولانا است با 1053 ترانزکشن در ثانیه. رتبه دوم رو بلاکچین سوی داره با 854 ترانزکشن در ثانیه و جالبه که رتبه سوم در بین تمام بلاکچین هایی که از همون انجین و موتور اتریوم استفاده میکنند هیچ بلاکچینی نیست جز BNB اسمارت چین یا BNB چین. BNB چین در حال حاضر با 378 تراکنش در ثانیه رتبه سوم جهان و رتبه اول رو بین تمام EVM ها یا ماشین های مجازی اتریوم داره. نکته جالب اینه که آلتراورس اولین متاورس جهان هست که بر روی BNB چین مستقر شده. چرا آلتراورس میتونه برای ما خیلی متفاوت عمل کنه؟ قبل از اینکه وارد مبحث بشم و در مورد قابلیت‌های عجیب غریب آلتراورس صحبت کنم، از اونجایی که از جلسه هم فقط 35 دقیقه وقت باقی است، دوست دارم که دوستان یک گزارش دیگه ای رو با شما شیر کنن. گزارشی که در این لحظه با شما شیر میشه گزارشی است از یکی از معتبرترین مؤسسات مالی جهان در خصوص متاورس. شما با بررسی این گزارش دوم، مخصوصا بررسی صفحات شماره 6 و شماره 9، میتونید بفهمید که چقدر لایه‌های متاورس پیچیده است. اون چیزی که شما میبینید یا لمس میکنید یا استفاده میکنید با اون امکاناتی که پشت پرده یک متاورس وجود داره کاملا متفاوته.
بهتون حتما توصیه میکنم گزارش دوم رو هم دانلود کنید و بعد از این وبینار حتما صفحات شماره 6 و صفحه شماره 9 رو کاملا بررسی کنید تا متوجه بشید که این پیچیدگی ها نه در یک وبینار 1 ساعته، بلکه شاید در یک وبینار چند روزه هم زمان براش کم هست که بخوایم خیلی تخصصی وارد مسائل فنی مرتبط با اون بشیم. حالا اینجا میخوایم وارد یک مبحث بشیم. قابلیتی که تنها و تنها در آلتراورس وجود داره و این قابلیت اون رو یک سر و گردن باز هم نسبت به بقیه رقبا پیش خواهد برد. دوستان قطعاً به من اعلام خواهند کرد اگر که همه تونستن فایل دوم رو هم دانلود کنن و ریپورت دوم رو هم داشته باشن. گزینه‌ای که میخوام در موردش اینجا صحبت کنم و مبحث مرتبط با آلتراورس هست، قدرت مارکتینگ در آلتراورس هست. یعنی چی؟ اول از هر چیز شما باید متوجه باشید که چرا مارکتینگ مبحث مهمی است. چه اهمیتی داره که ما بگیم یک متاورسی یا یک پلتفرمی یا یک ساختاری قابلیت مارکتینگ داره؟ دلیلش چیه؟ چرا اصلا مارکتینگ باید مهم باشه؟ خب تمام استانداردهای جهانی 8 عامل رو به عنوان مهمترین عواملی که بدون مارکتینگ هیچ اقتصادی دوام نخواهد آورد رو درج کردن. این 8 رو خیلی سریع براتون میخونم. اول از همه تبادل در واقع قابلیت هاست. Facility Exchange. مارکتینگ کمک میکنه که کالا و خدمات بین تمام افراد و مصرف کنندگان با سرعت بیشتری انتقال پیدا کنه. شماره 2، مارکتینگ باعث میشه که تقاضا برای یک کالایی که تا به امروز نمیدونیم چقدر مهمه ایجاد بشه. شماره 3، مارکتینگ باعث میشه که رقابت شکل بگیره. رقابت بین کالاها، بین کشورها و در سطح جهانی. شماره 4، مارکتینگ کمک میکنه که اقتصاد جهانی رشد کنه. شماره 5، مارکتینگ کمک میکنه که آدمها مجبور میشن در مورد کالاهای جدید آموزش ببینن. شماره 6، مارکتینگ باعث میشه که فضای تجارت جهانی هر روز توسعه بیشتری پیدا کنه و خیلی ممنون از بلاکچین که امروز در هیچ کشوری تحریم دیگه معنا نخواهد داشت. ممنون از بلاکچین و متاورس که در خیلی از کشورهایی که امروز به خاطر تحریم با خیلی از معضلات مواجه هستند این موانع رو رد خواهد کرد. شماره 7، Resource Allocation. یعنی چی؟ یعنی مارکتینگ کمک میکنه که بفهمیم دقیقاً کاربر چی میخواد. امروز نوع تبلیغات برندها سریعاً به اونها این گزارش رو میده که مارکت به چه چیزی بیشتر احتیاج داره. و شماره 8، چیزی که شاید بهش توجه نکردید، شاخصهای اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، مهمترین پایه موفقیت اونها قدرت مارکتینگ اون کشور و اون صنعت هاست. آیا فکر میکنید خیلی از کشورها امروز نیاز دارن که تبلیغ کشور خودشون رو در خبرگزاری های مهم انجام بدن؟ آیا نیاز دارن که تبلیغ ایرلاین های معروف خودشون رو در خبرگزاری های مختلف انجام بدن؟ آیا فکر میکنید مثلا ایمریت ایرلاین یا اتحاد ایرویز یا قطر ایرویز واقعا محتاج به این که یک تیم فوتبال اون لوگو رو روی پیرنش بذاره؟ نه. اینها همه مشخص کننده های شاخص های اقتصادی برای اون کشور و برای اون صنعت هستند. اینها همه دلایلی است که در کنار هم به شما میگه اگر پلتفرمی، ساختاری امکان مارکتینگ به شما میده یعنی شما برنده اید. خب حالا اینجا یک سوال اتفاق میفته. مارکتینگ که کاری نداره که آقا من الان میرم سر کوچه‌مون یه بیلبورد هست، پول میدم، میگم آقا تبلیغ منو اینجا روی این بیلبورد بزن، یا میرم به تلویزیون شهرستانمون یا کشورمون یه پولی میدم،
میگم این تبلیغ ما رو پخش کن، یا به این رادیو یا به اون مجله. نه دوست عزیز، من در مورد یک انقلاب مارکتینگ صحبت میکنم. برای اینکه بهت ثابت کنم انقلاب مارکتینگ یعنی چی، این 2 صفحه رو با دقت ببین. ما تا به امروز در جهان، این جمله رو درست گوش کن، تا به امروز در جهان 6 نسل مختلف مارکتینگ رو پشت سر گذاشتیم. یعنی چی 6 نسل مختلف مارکتینگ؟ مگه مارکتینگ هم نسل‌های مختلف داره؟ بله. نسل اول مارکتینگ، نسل پروداکت دریون مارکتینگ، نسلی که تنها موفقیتش این بود که تمرکزش رو بذاره روی کالا، بگه موبایل من از اون یکی بهتره، این تلویزیون بهتره، این نمیدونم پودر رختشویی از اون یکی بهتره. نسل دوم مارکتینگ، کاستومر اورینتد مارکتینگ، مارکتینگی که بر مبنای تبادل نظر با کاربر شکل گرفته بود. دقیقاً اون چیزی رو ارائه میداد که کاربر میخواست. دقیقاً دوربین امسال گوشی موبایل رو جوری طراحی میکرد که تو دنبالش هستی. نسل سوم مارکتینگ، Human Centric مارکتینگ، نوع مارکتینگی که دستش رو روی احساسات مشتریان میذاشت. چی؟ یعنی واقعا ما یک نسل مارکتینگ داشتیم که با استفاده از احساسات کاربران جنسش رو میفروخته؟ آیا این نسل هایی که شما داری اینجا مثال میزنید رو خودتون ابداع کردید یا اینها ریشه ای هم داره؟ جلوتر بهش میرسیم. نسل شماره 4 مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ. دیجیتال مارکتینگ رو همه شماها با تبلیغات بسیار زیاد در اینستاگرام، گوگل ادز، توییتر و همه اینها دیدین. نسل 5، مارکتینگ بر مبنای هوش مصنوعی. بله درست شنیدی. همین امروز وقتی که اینستاگرام تو باز میکنی دیگه الگوریتم های قدیمی کار نمیکنه. هوش مصنوعی دقیقاً داره میفهمه که تو دنبال چی هستی، به چی علاقه‌مندی و دقیقاً روی همون نقطه تبلیغات رو به تو نشون میده. و نسل آخر، نسل پیش رو، نسلی که خیلی ها خوابن، خیلی ها هنوز نمیدونن همچین نسلی داره اتفاق میفته. The rise of immersive marketing، انقلاب تبلیغات و مارکتینگ ویرچوال در متاورس. بله درست شنیدی. آیا اینها واقعیه؟ ما همونجوری که گفتم مثل خیلی از دوستان حرفامون رو بدون تحقیق، بدون مستند ارائه نمیدیم. بهتون توصیه میکنم کتابی جذاب از فیلیپ کاتلر رو بخونید. آقای فیلیپ کاتلر کتاب‌های بسیار زیادی رو در زمینه مارکتینگ داشته. در تمام نسل‌های مختلف مارکتینگ ایشون کتاب نوشته و آخرین کتاب ایشون که متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده، اما مطمئن هستم در همین وبینار دوستانی رو داریم که دست به کار خواهند شد برای ترجمه این کتاب. مارکتینگ ورژن 6. The future is immersive. مارکتینگ ورژن شماره 6 بر مبنای متاورس شکل خواهد گرفت. تمام دنیای مارکتینگ و تبلیغات فقط و فقط به سمت متاورس خواهد اومد. بهتون قطعا توصیه میکنم برید در مورد آقای فیلیپ کاتلر که ایشون یکی از اساتید کلاج اسکول در بخش منیجمنت در نورث وسترن یونیورسیتی هستن رو بخونید. کتابای بسیاری از ایشون حتی به فارسی هم هست، نسخه PDF هم هست. میتونید اینها رو بخونید و متوجه بشید که دنیایی که در موردش صحبت میکنم چقدر به شما نزدیکه، بیشتر از اون چیزی که حتی بتونی فکرش رو هم بکنی. به 5 ساله رؤیایی بشر خوش آمدید. سال 2025
تا سال 2030 the most pioneer the greatest 5-year leaps in human technology خواهد بود. سال 2025 تا سال 2030 با شکوه ترین و بزرگترین انقلاب تکنولوژی در تاریخ بشر خواهد بود. 5 سال پیش رو اتفاقاتی رو رقم خواهد زد که شما وقتی نگاه میکنی به این اتفاقات تازه متوجه میشی که اگر امروز یک زمینی رو در آلتراورس داری و دنبال فروش زمینت هستی، دوست من از خواب بیدار شو. فروش زمین متاورسی خنده‌دارترین کاری خواهد بود که در 5 سال آینده بهش حتی فکر میکنی. چرا؟ چون در 5 سال آینده تکنولوژی هایی که وارد فضای متاورس میشن بسیار عجیب غریبن. شاید اسم خیلی هاشون رو هنوز نشنیدی، شاید هنوز معنیشون رو هم نمیدونی. اونها چی هن؟ اول از همه ما در مورد اینترنت اشیاء صحبت میکنیم. اینترنت آف سینگز، IoT. اینترنت اشیاء خیلی هم ربطی به بلاکچین نداشته. بله الان امکان ادغام در متاورس داره، اما اینکه شما وسایل خونت رو هوشمند کنی هیچ ربطی هم به فضای بلاکچین نداشت، اما امروز داره در متاورس تلفیق میشه. از اون جذابتر در مورد پروژه های دپین صحبت کنیم. دپین یا مخفف Decentralized Physical Infrastructure Network، در پایین اسلاید نوشته شده اگر مخففش رو میخواین بدونید. دپین قابلیتی است که امروز تمام تعاملات زندگی ما رو از زندگی عادیمون مستقیما میبره تو متاورس در بلاکچین به صورت غیر متمرکز. نمونه بهتون بگم، یک پروژه بسیار مطرحی در جهان الان هست، حدود 2-3 ساله که خیلی جنجالی هست، در اروپا و آمریکا کار میکنه به اسم هایو مپر. هایو مپر یک قابلیتی داره به اسم درایو تو ارن. یعنی چی؟ یعنی رانندگی کن پول در بیار. شما میتونید با نصب دوربین های هایو مپر روی ماشین خودتون تمام خیابون هایی که توش رانندگی میکنید رو اسکن کنید و برای یک متاورسی که به زودی رقیب جدی گوگل مپ خواهد بود ارسال کنید با دقت بالاتر، مشخصات بالاتر و کیفیت بالاتر. این یک مثال کوچک از پروژه های دیپین هست که داره دنیای ما رو به متاورس وصل میکنه. در کنار اینها فضای گیمینگ به طرز عجیبی داره توسعه پیدا میکنه. امروز بازی های رایانه‌ای داریم در مورد صنعتی بیش از 4 تریلیون دلار، نمیدونم به فارسی چجوری میشه 4 تریلیون دلار رو حساب کرد. دوستان اگه میتونن حساب کنن که 4 تریلیون دلار به تومن چقدر میشه برای من بنویسید، نمیدونم چجوری باید گفت. صنعت گیمینگ صنعتی است که امروز از تمام درآمد خیلی از کشورها بالاتره. در فضای متاورس سرعت رشد بازی‌های رایانه‌ای بسیار عجیبه. همونجوری که خدمتتون گفتم نه فقط سند باکس بلکه روبلاکس و بلکه آلتراورسیتی به زودی وارد فضای گیمینگ میشن و شما اتفاقات بسیار بزرگی رو درش خواهید دید. در کنار اون ورود بیزینس ها دارن وارد متاورس میشن. به زودی تمام کسانی که وبسایت دارن، تمام کسانی که صفحه سوشال مدیا برای بیزنسشون دارن، هیچ راهی، درست گوش کن، هیچ راهی ندارن جز اینکه به متاورس بپیوندن. و حالا اینجا یه سوال اتفاق میفته. اگر تعداد زمین ها محدوده، اون افرادی که میخوان بیزینسشون رو بیارن تو متاورس باید چی کار کنن؟ کار خاصی نمیکنن. تو دنیای معمولی چی کار میکنن؟ تو دنیای معمولی شما الان اگه بخوای بری تو خیابون میرداماد تهران یا در خیابان مثلا ملا صدرای شیراز یا نمیدونم خیابان نمیدونم داونتاون دبی یه مغازه اونجا برای خودت بگیری، چیکار باید بکنی؟ زمین خالی هست؟ نیست دیگه، همه زمینا پره. خب
خب باید بری از یکی که زمین داری زمینشو اجاره کنی. یعنی چی؟ یعنی یه روزی قابلیت این توی آلتراورس خواهد اومد که من میتونم زمینمو اجاره بدم؟ بله، برای مدت مشخص با مبلغ معین. اینها قابلیت‌های آلتراورس و این فضای متاورس هست. خب دوستان کمک کردن و گفتن که اگر با قیمت 63,000 تومان دلار رو در نظر بگیریم، محاسبه 4 تریلیون دلار می شود 252 کوادریلیون ریال. من بازم نفهمیدم چقدر میشه. حالا بی خیال. اوکی. خیلی عددش عجیب غریبه. چند تا صفر داشت؟ 12 15 تا هر چی هست، خلاصه 252 بعد 15 تا صفر. اوکی. ما در مورد یک فضایی صحبت میکنیم که همه اینها توش اتفاق میفته. اما بیاین نتیجه تحقیق شخصی خود من رو با توجه به امکانات آلتراورس با هم بررسی کنیم. به نظر من اگر بخوایم از یک کره 100% تقسیم کنیم که کدوم بخش ها در آلتراورس رشد عجیب غریبی خواهند داشت، به نظر من ترکیبش این شکلی خواهد بود. به نظر من رشد اصلی 30% به خاطر حضور بیزینس ها اتفاق میفته. 25% ارزش خود زمین هاست که کمک میکنه به رشد. جمله رو درست متوجه شو. منظورم این نبود که زمینت 25% رشد میکنه ها. منظورم اینه که 25% تو رشد زمینت کمک میکنه. یعنی اگه امروز یه زمین $2,000 داری، یه روز شد $25,000، این 2,000 تا $25,000 25% موفقیتش به خاطر این خب یه زمین متاورسیه. زمین‌های متاورسی گرون میشن. 20% رشد زمین‌های شما به خاطر فضای گیمینگ اتفاق میفته، چون آدم‌ها میخوان بیان گیمشون رو تو آلتراورس لانچ کنن، باید از زمین یه نفر استفاده کنن، از زمین شما استفاده میکنن. آلتراورس مثل سند باکس نیست که من الان بتونم برم توش یه زمین همینجوری آنلاین خودم بخرم از خود سامانه، مجبورم از خود افراد بخرم. 15% رشد قطعاً به خاطر اینترنت اشیا اتفاق خواهد افتاد و 10% به خاطر اینتگریشن با پلتفرم های دیپین اتفاق میفته. به نظر من این 100% رشد رو تضمین خواهد کرد که به چه سمتی میریم. اینجا میخوام یک نکته بسیار بسیار مهم دیگر رو با شما در میون بذارم. همینجوری که گفته شد، همینجوری که در ابتدای این وبینار هم صحبت کردیم، بسیاری از اتفاقات، بسیاری از رویاها، بسیاری از آن چیزهایی که اسمش رو گذاشته بودیم خیال پروری در همین 6-7 سال، 10 سال، 15 سال گذشته، امروز به عینه داره اتفاق میفته. من مطمئنم کسانی که متولد قبل از سال 60 هستند شاید خاطرشون باشه که یک روز ایده این که می شود با یک گوشی موبایل تصویر یک نفر دیگه رو دید یک خواب و خیال بود. امروز انقدر خنده داره که کسی حتی بهش فکر نمی‌کنه. و اما اتفاق دیگری که در آلتراورس رخ می‌دهد به زودی و بسیار جذاب خواهد بود برای هر آن کس که زمین آلتراورسی داره. این اتفاق چیه؟ به داینامو 100 خوش آمدید. داینامو 100 چیه؟ داینامو 100 نام یک کامیونیتی بزرگه که در جهت حمایت ساختارهای متاورسی یا NFT مارکت پلیس ها حرکت میکنه. در فضای داینامو 100 افراد میتونن، جمله‌مو درست گوش کن چون الان دیگه فکر کنم مجبور میشی ایستاده وبینار رو گوش کنی. افراد در داینامو 100 این قابلیت رو خواهند داشت که از اینستاگرام، توییتر و تلگرامشون پول در بیارن هر روز. چجوری همچین چیزی میشه؟ ما بهش میگیم سوشال فارمینگ. شما میتونید از تاریخ 3 آگوست 2024 با مراجعه به وبسایت www.dynamo100.com که آدرسش هم اون بالا درج شده فرم رو تکمیل کنید. شما حتما باید اکانت توییتر داشته باشید،
شما حتما باید اکانت اینستاگرام داشته باشید، شما حتما باید اکانت تلگرام داشته باشید. آیا این اکانت ها باید حتما به نام خودم باشه؟ نه، میتونی بری یه اکانت جدید بسازی، اما چون برای شما کد تاییدیه ارسال میشه، شما حتما باید به توییتر، اینستاگرام و تلگرامی که توی فرم درج میکنید دسترسی داشته باشید. به محضی که این اطلاعات رو وارد میکنید، شما وارد داینامو 100 میشید. اما قبلش یه پیش‌فرض داره. اگر کسی زمین آلتراورس نداشته باشه، در داینامو 100 نمیتونه عضو بشه، چون این فسیلیتی گذاشته شده برای کسانی که زمین دارن در آلتراورس. پس شرط پیش‌فرضش رو بگیم. پیش‌فرضش اینه که شما زمین در آلتراورس داشته باشید. دو، اینکه حتما اکانت توییتر، اینستاگرام و تلگرام داشته باشید. به شما وظایفی در طول روز داده میشه، شما باید اون وظایف رو انجام بدید. وظایف منظورم این نیست که بخواید مثلا از یه جای برید یه جای دیگه یا کار خاصی انجام بدید، نه، وظایف سوشال مدیایی در اینستاگرام، در توییتر، در تلگرام، و با انجام اونها شما توکن دریافت میکنید و اون توکن قابل تبدیل به 100 کریپتوکارنسی خواهد بود. به حداقل 100 کریپتوکارنسی مختلف میتونید اون توکن رو تبدیل کنید، تبدیلش کنید به بیت کوین، به اتریوم یا به هر چی که دوست داری. پس اگر اکانت توییتر، اینستاگرام، تلگرام نداری، همین امروز دست به کار شو. اگر زمین آلتراورس نداری، بهتره که داشته باشی، چون 3 آگوست 2024 داینامو 100 فعالیت خودش رو شروع میکنه و در فاز اول با ظرفیت 1000 نفر کار خودش رو آغاز خواهد کرد. اگر شما جزء 1000 نفر اول نباشید ایرادی نداره، اما میرید توی نوبت رزرو برای گروه دوم یا گروه های بعدی. این هم از داینامو 100. خب ما وبینارمون اینجا به پایان در واقع رسیده، اما اینجا من هنوز منتظرم این که دوستان قرار بود که به ما بگن این خبر شماره 4 که اون اول خوندید در مورد شترمرغ، این داستانش چی شد؟ آماده است؟ بله، میگن آماده است. یک فیلم کوتاهی رو با هم ببینیم، ظاهرا در مورد همین شترمرغاست. این فیلم رو با هم ببینیم و برگردیم. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out in space. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out of you that will belong. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. خب حالا متوجه شدیم که جالبه. دقیقاً ویدئویی که حدود 7 سال پیش توسط سامسونگ ساخته شده بود برای دنیای جدید پیش روی VR و AR و خیلی ها اون رو شوخی گرفتن، امروز به واقعیت تبدیل شده. پس
قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم جمله پایانیم رو اینجور خدمتتون میگم. شاید هر آنچه که فکر نمی کردیم قابلیت ساخت داشت امروز در متاورس ایجاد شده. هر مرزی، هر محدودیتی، هر تحریمی، هر بهانه‌ای که سر راه ما گذاشته شده بود در این سالها که توسعه نکنیم، پیشرفت نکنیم، به سمت جلو حرکت نکنیم، مثل که امروز ابزارش ساخته شده که من و تو در کنار هم دقیقاً کارهایی رو انجام بدیم که شاید همین امروز هم فکر میکنیم نمیتونیم، شاید فکر میکنیم من از پسش بر نمیام. شاید زمان فرا رسیده که به این باور برسیم که هر چیزی، هر باوری برای من و تو در 5 سال آینده ممکنه. با شما عزیزان خداحافظی میکنم و در پایان موزیکی رو تقدیمتون میکنم به اسم UVC 2025 UVC 2025. خدا نگهدار و شب بخیر. Step into the ultraverse, a digital wonderland where dreams come alive. Just take my hand, infinite realms when the future's bright, in a world beyond we take a flight. Neon lights and endless skies in this metaverse we rise. Welcome to Ultraverse, where the magic's real. In this cyberspace, we can feel God's adventure, the hearts ignite. Together we're journeying into the night. Welcome to Ultraverse, where the magic's real. In this cyberspace, we can feel God's adventure, the hearts ignite. Together we're journeying into the night. Pixelated pathways, stories unfold. In this realm of wonder, we're so bold. Virtual landscapes I'll pray you to explore. In Ultraverse, there's always more. Infinite realms, when the future's bright. In a world beyond, we take a flight. Neon lights and endless skies in this metaverse we rise. Welcome to Ultraverse, where the magic's real. In this cyberspace, we can feel God's adventure, the hearts ignite. Together we're journeying into the night. Welcome to Ultraverse, where the magic's real. In this cyberspace,